عزیز، خوش آمدید در یک برنامه جدید ما. هر جای دنیا باشید دوستای صحت سلامت باشین. کت فامیلتان خدا کنه امروز خوب سفری کرده باشید. هر جای دنیا کسی کت فامیلتان صحت سلامت باشین، جانکتان جور باشن. با دوستای عزیز من این ماشین رو اولش کنم که کم رومی گرفتیم، رومی را از این ماشین بکشم. گفتم تلاش نکن، میگه نه ماشین از بیا زمین چیزش میگه. ششتگی بود بازم گرد خاک اینجا گپی نیست. میارم من اینجا ششته میده میدهش کردم اینا تو از ماشین گوشت بکش. بیا دیگه بسیار خوب. دستت چی شده راست میگه نگفتی که است. دوستای عزیز ناخونم دیگه پریده رو میرنی مفتم من میکشم حالا کوکششان کردم ششتم شدم قد دستم سوخ که فقط میگفته دیگه در سر زین نمکنم. این اون روز که جارو میکردم فرش تک میدادم همین نیم ناخونم کتن در این فرش دیگه بند من بیخی چی شد. این سکن دوستای عزیز ناخونم بیخی کنده شده که بیخی دیگه تو یک درد داره. گفته یکان تمون بیخی همی دلم دیگه اگر رقم شد چشمایم سیایی کرد بیخی ناخون بود. آفرین کسایی پشتوکاتش دروازه میگیره ناخونشان چطور میشه از من دیگه که خونم زیاد رفت دیگه بیخی درد داره. حالا ما که ششتم بیخی سوخت کرد همه وقتی بیا خیلی خودت بکش دیگه بخیم جا ما در خدمت. بیا باز ظرفای بیارم. سنجه قبل از سلام با هموطنای گل عزیزم. سلام هموطنای گل عزیزم. امید که جور صحت باشین، در گوشه و کنار دنیا کسین جانتان جور باشه، خوش و آرام باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. خوش آمدید به برنامه جدید ما هموطنای گل عزیزم. امید که صحت سلامت باشین. هموطنای گل عزیزم دیگه خانممون گفتیم براتون گفت که همین دستش که صبح جارو میکرد نصف ناخونش جدا شده بود، بسیار درد میکرد و سوخت میکرد. حالا که در امید این تو چیزا که دست بزنه بیچاره بسیار با تکلیف میشه دیگه. ما غیر از هم همکاری میکردم و حالا میخواد دیگه در خدمتش هستم. شما بیننده هستین کنه بیاره باید از تراشک یک ذره زیادتر سخت است داخل ماشین میندازیم یا آسان‌تر است زود ایره بکشم که بخیر کار ما میه. باز شما را آگاه میسازیم، شریک میسازیم که خانمون چی میگه و چی درست میکنه. بازم دوستان میگه و کش کنم گرچه ششته بودم هموطنای گل عزیزم وضو کرده بودم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خواهیم جان یک گپ دیگه کارتون که گپا میزنم امی کارم که گفتم گپا میزنم. یکی شو تو نبودی رفته بودی در کار که گفتی نفر مبلنگ گفته میبرم نه تا میکردی تا میکردی از او خاطر سرای که رفته بودی باز که رفته بودی یک بیادر ما ویدیوی ما را رایی کرده بود که این من برنامه تان سعی میکنم باز تو میسج هم نشته کرده بود دیگه من خطا نمیفهم که چی نشته کرده بود. باز دمی تلویزیون آمده بودم تلویزیونشان نام خدا یک کلان خوبش بود تلویزیونشان همین تصویر هم تو خوب صاف معلوم میشه. باز ایم خرابی چی کرده بود من که اونجا خوب دقیق سعی کردم عکس زوم کردم. یکی نمی جاروی ما که اینجاسته کار ما میشه اینجاست نه فکر انسان نمیشه در یگان چیز نه. بله. این یکی نمی برجی برن که ما نانای خوش کم اندازیم نه باید دایم جا نمیره جایش یک جای صحیح جور کن که نمی دیگه نبیایه. تو یک لوکس آمده بود مگم اینمی خرابی بخین این برجی خرابی کرده بود اونجا. من گفتم دوستا سکتال نگفته خود ما یعنی همین غلطی خود ما باید بگیریم نه ایم جان؟ نه انشالله این غلطی نیست. این چیزی است که فکر که در خارج همچی چیزایی نیست یعنی همچی جاروی و همچی گپایی نیست ولی هست چطور نیست مردم در چه جارو میکنم؟ جاروهای برقی مدرن است جاروهایی است که خانم عزیزم جاروهای خودکار است یعنی کوکش میکنه اونجا میموندش چارج خودش داره حتی لاین نداره خودش دورک میزنه اونم روی زمین پاک میکنه اگر روی فرش باندش فرش پاک میکنه اگر روی مبل باندش مبل پاک میکنه اونم اونطور پاککاری میکنه. مگم جاروی ما میایه؟
همونجا من دیدم گفتم سعی کن خود آدم ما که برنامه رو جور میکنم میسم جان که من دازم ایام من دقیق سعی نمیکنم خب بیکارم نمیشم دیدی خب کالا ششتن و تو کدن میسم جان نام خدا دیدی هر روز کالا میپوشه یکو دیگه که باز خدا دقیقه قصه نیستی دیگه میسم پشت فیشن نام خدا زیاد میگرده دیدی؟ من خواهدم من که هستم ساده پتان یک لغمنان گیرم بیا که اولادکارم باشه تو آرام باشی حسنینم امروز مریض کورشم تاو داره دوستای عزیز دیگه یک امروز مریضه همون تا چوب شیشته هنی کای میمانده تا یوسیسو میگش پشت پدر خود دیدیشم خب هموطنای گل عزیزم دعا کنن که خدا کل مریضا رو شفا بده و اصلا جان ما رو هم خدا شفا بده که یک شربتک بگیریم جور میشه بخیر ان شاء الله خدا ان شفا بده همینجان یک تا مرشان بیارم پرتم دمی من میارم کمره پیش دست با خودم میارم مشکل نیست خب بخیر بیار بود دقاتشم تو برای بچه هستین بچه یک تا مرش بیار اصلا جان ما گرچه مریض ماست الحمدلله اون پرکار است بدر خودواری است در یخچال است پس در یخچال سر بچه مسموم دیگه نشونیدی چی شد؟ رو میره زده دبری بس بابی پیچکاری مول خندنک کار تکو که امروز ناوقت شده دوستام هم نبودم نانبایی زنان نبود مرچ بیار مرچ یک تاگه مرچ تازه نشونیدی؟ نبودم نانبایی بودم دیگه 12 بجه بود باید این وقت کمک نان ما تیار بازم میسم گفت دیگه برنامه رو زیاد پر نکنید همین ما نمی باشیم در برنامه ما چیز کنیم اشتراک کنیم خوبش هنوز خوبورا را بانیم که در زیادتر برنامه اونام باشن که هموطنای ما ببینن که میسم جان و ستای جان نیای جان اونام شریک برنامه ما باشن این جان بخون نیاف مرچ خودت بخیر یک تا باز رومیه رو میکه چون برای یک تا مرچ بیا بچه یک تا پتی که تون نشش تو کازیت بچه با اجازه هموطنان گلیزم برم یک دانه گرم جان من از جون ما نیافت که کجا را میکنه باشه ما برای بچه سعی کنیم که مشا در کجا هست پیداش میکنه نه این بالا ده نه گناه اصلا جون ما نیست دیگه بالاتر ها مونجا مونده خودش بیارم یا کلانش یک تا کلان بیا هموطنان گلیزم یک دانه گرم مرچه اندازه قد اصلا جان آوردم هم یک شیر میگفتم هم شیر ما بیخی فراموش میکردی چیه بچه؟ من چی؟ بیا هست اینجا گلم بی ایم جان موضوع برنامه رو با دوستا بگو دیگه تو امجیسی که صدای ما در کامره زیاد خود چیز نبیایه بچه خیلی تو آرام باید من گفته برم هموطنای گل عزیزم موضوع برنامه مایی است که حالا میبینی که ارزانی است ما هر چیزی که ارزانی باشه دمون خوش هستیم زود جور میکنیم موضوع برنامه ما همی آشپزی است که آشپزی ما عبارت از است که رومی و تخم مرغ است که انشالله شما باز در روی تصویر میبینید که خانم عزیزم چه رقم درست میکنه باز شما بیننده باشین هموطنای گل خب یک وقفه نگیریم اینجا تا با روغن خب هموطنای گل عزیزم یک وقفه کوتاه میگیریم زود بایدامی برنامه ما خوش آمدین دوستای عزیز نیاز داشته که مامان و تماش صبح خوش شود این که خوش شود با دینا روغن رو داغ میکنم در سر زیمن دازم که نیاز داشته که دو خاطر که با دنی روغن هم خودش خوش میکنه او خدا خوش کنه با روغن هم اینا لی روغن رو داغ میکنم با در سر پنجرمی من دازم با سالتش میکنم شما دوستای زنده باشین اینی هم که تخم است هیم جان رفت آورد من رفت بود نانبایی زنانه هیم رفته بود تخم آورده بود که گفت ناوقت شدم روز بیا دیگه چی کنیم تخم بانجانی تخم ما کنیم که یک اوستان هم هستن مزدار هم هستن چرا این تخم میره خوش داره تخمنی؟ دیر شد نخوردیم هم بسیار زیاد شد والا دیر شد نخوردیم دل ما پشتش نمک گاک شدم دل اینجا نمک خیلی کستن والا زیاد دادستم پیسه نمگنی یک 30 تا می آوردم خود گرفتم یک 8 دانگه که آوردم یخچال موندانم یخچال است یخ هم نمیگیره آه بیخیر زنگ زده سعی که شاری داده هیچ چیزی نموند نه خو یعنی یک دوست یکون تا دوستای ما شاید احساس کنه که شاید از یا از یخچالای کلان خوبیش دارن نه از قدیمی گکای ما چه هست از همین چند تا
اون یک کاشو کرفیل هم داره اون کارم هم میشه دیگه دوست مشایم یک تا انداخته از حتی طفلا گفتن نشه ما این 4 تا را در بین خود من دارم که باز که یک صف شه یعنی با فکر خودت چیدی که تو مرچ خوش داری به او خاطر نه مرچ خوش دارم روغن انداخت شدم دوستایی راستا برای بسم الله کرده سر از این دیگه اینجا بله بسیار خوب شد بسیار خوب شد از خاطر فکر من اینجا روغن به این نمانه که هرچی روغن بکلش هم بریزه در داخل روغن بسیار کار نیک نمک هم نندازم به این کمی نمک خدا بگیره که اینمی مرچیا پخته شد و پسام تخم مرغ هم اندازم صحیح؟ فقط یگانه کاری که مرچ خشک نندازی دیگه خدا اجر به این مرچ خوش نمی‌خوایم گفتن نمیشه کسی خوشش میپرده باز مرچ تازه که باش حاجت مرچ سرخ نیسته تشکر من یادآوری کردم که حالا نندازی قاشق بگیری و بندازی همین خط زرد نمک مندازم کم ختم که تخم بانیمی کم چیز میشه نه؟ بله خانم عزیز این سرش قایم کنم که تا میسم شما بی بخی سر روغن میشه این اینجا میمونم من حرکت هم سر دیگه با بخی قایم میکنم که پخش میمون خوش خوشه تا دوستا یک وقتی توتان میگیریم دیگه تا که میسم جانشان بیریم سرخ میشه که در برنامه ما بخیر وامش دارم سلام هموطنان عزیز خدا نقش آرام باشین در برنامه ما خوش آمدید انشالله که سر حال باشین لبخند لبهایتان باشه همیشه خوشحال باشین خوش آمدید در برنامه ما دوستای عزیز داریم سلام علیکم دوستان سلام این عزیز جو سلمان باشین در روش دنیا باشین خوش آرام باشین در برنامه خوش آمدید داخل برنامه همراه و بیننده باشین نکنه سبزه کنید شرط نزیاد کنار دوستان داره ما دیگه از مکتب آمدیم سلام دوستان جور سلمان باشید لنگ چگرد چارام باشید در برنامه ما خوش آمدید تا آخر برنامه را بیننده باشین لایک کنید سبسکرایب کنید شیر کنید سپورت کنید دوستان آفرین بله دخترم روز آرام شما کنم این میستاق شده که سعی کنم نام خدا یک رنگ خوش دیگه اینا رو مام ده باساسات تخمه رو نمیدازم همینجور برمون تو رومی مزدار آماده کنیم هیچ میسم جان؟ شبت آماده میکنیم بله میشه اینه بچیم بسم الله کرده یک تخمه مندازم چی آماده میکنیم جور برمون؟ بانجانی تخمه بچه چه خوبی از غذا آماده میکنم مادر جانم دیگه من باز تخم رومی خوش دارم دوستان چیزی که ما خوش داریم مادر جان ما بر ما آماده ستای جون خودت اونجا برو استفاده باش نوش جانتم قبولش نیست بچه چیز از خاطر شما بچه مکتب بودیم ما خمیر نانبایی برده بوده نوش بچه از او خاطر دیر شده بود اصلا چون انا یک پدر گفتم روز یک چیز آماده کنیم اواسانه است دیگه بهترین چیزه گفتم نه دارو روزش بکن چیزای خوبش کنه که ما دوستا همراهتان باشیم نه همینجور مثل جمعه باشه اصلا چون بچه میشه پوستش نفت حرام میشه بچیم مادم پوست تخم مرغ برده بدم میه اصلا این آمد ولی دوستا یک چیزای اوسانه که آماده میکنن باید ما کنارش باشیم که شما بیننده باشین ما باشیم که همونتون خوب بشه یا میان غذای بسیار زیاد ما چم ستای جان خوش داره نداره من خود دارم خانم شک جانتان دوستای عزیز دمی امیالا که هستیم برنامه ما را ببینید در این موجه امیال یک لایک کنید سابسکرایب کنید بیننده ما باشین میگه بسیار زیاد تشکر و رومی هم فایده داره میوه تازه است یک چیز هم تخمم جمع ترکاری با پس بچه ما دوستا یک بازی ما خودم فکر کردیم امروزی بازی را انجام میدیم ما خودم بازی را جور میکنم به طفلا یک دیگه در این بازی کیس اشتراک نمیکنه ستای جان میگن که از خاطر
چیزم میگیره مثلا جون تو چادر بگی دوستان ببینید هم بر ما مادر جان غذا آماده میکنن و در این ما رو یک گیم آماده میکنن هم درسای ما رو هم تو خوش میخونیم هم غذای خوب میخوریم هم نه از این طرف ببر خطا که پشکر ایجا میمونه که کامرامین ما میجا میباشه که خود تو از همون خط بکش بیا خب درست حالا جایزه مایزه داره یا نداره؟ بیا تو خط درست خط بکش میسم جان سیده بکش سیده اگر نیش خط نکشی ببین ما چی میگم براتون زمین داغ است نه خب بشکره بیار بون چی شکه که ایجا چی هست اینجا نگولم آخ بچه که کم مریض هست امروز سبقه ازی شو خدا شفا چپ راست چشما بسته هر کس خوش در خط آمد صحیح باش کم خط روش کنم که ببیننده معلوم شد بسیار یک جذاب بازی است ولایی بشکر هم با نمیشه در سر خط داره دوستا ببینید آه والا باش که من خطا بگیرم برای بیننده ما ایزه تو میگه بازی بینید باید بس سریز بیا خب هر کس بشکره بیار بشکره بون در سر بشکر هر کس که برده یم جان آه سوپرکولات نصیبش یک جایزه اینمی در میگرمی همی باید هم برای دوستا میگی بشکه خب بیا میره خودت ببر میبینی که من کمرم درد میسم جانمو میتونه بیارد چوچره ها در سر اینی خط نه چوچه که ای نه آه هر کس برد اول کی بازی میکنه اول باشه تاش تو کامرا ببین دو دیگه بازی کنه صبر بشکه بیایه باید خب چی؟ بیش بس تو جو نه بیایم میایی؟ بشکه میایی گه؟ اگر ندمی اول دفعه بردم بچی اینمی هموطنهای کل عزیزم بازی هیجانی است شما بیننده باشین که انشالله ما حواله دوستا خوش ببینید شروع کنم شما بگوین چپ و راست است و بچه پای راست یک دو سه تا و پیچه آفرین در سر خط اومدی سوختی برو پای چپ سر خط دوستا سعی کدم اول دفعه شما مرا چشم کردیم من باختم آه والا بسیاری بازی شد سر خط اول سال چرا؟ سر خط هستی اگر نه که همونطور بخیر برنده شد شما هموطنهای کل عزیزم دعا کنید که من برنده شوم و این جایزه را ببرم که از طرف شما همین سوپرکولا یخه همینطور بگیرم با اجازه شما نوش جان کنم بسم الله الرحمن الرحیم آفرین دیگه دیگه اونطور نکنید دیگه مرا آزار ندید بازی که دیگه ما کار نداریم سر خط واس کم شده پای کمک نزدیک شده بودم گفتم دعا کنیم بسیار شخص بسته نگو چی ببینم مکان کرده بودی بسته خیر است از شرکار رو با مکان بسته نگو حالا ببینیم کی رکی میبرد حتی کامرامین هم مایی که میارم امکان نداره که نگرم نوش جانه نه سرخط حال نشانش میداده بنده خدا را چیه چه؟ علمی بچه یک دفعه که نشانش سعی کن اینطوری میکنی اینی آی جان چپ و راست خب اینا دیگه منتظر هستیم که جایزه را کی میبرم بیایم صد شب تو کنم بخورم خود بخورم چی تو نوش جان نه بچه هر کس که برنده شود مستحق و نموه اگه هیچ کس برنده نشد میفهمی چی میشه نصیب هست انجام میشه آفرین برو آفرین زود کنه یعنی چطوری نمیشه نه بیا بیا آفرین
بیا چپ راست آفرین بیا نمی باید اینطوری کنه اینطوری کنه خیلی نکن دختره که ببرم نمی باشه آفرین نمیه سنی ببخشید سعی نیوش آفرین بالا پاش پای سر خط آمد بازی کنه که نزدیک شد اینی و خطا میکنش باید من که بازی کردم دیگه نیایش نه نیایش ما یکیش میتونم نیایش ما یک چانس میتونم خب سایکل خطا خانم عزیزم خطا سایکل دیدی کوشش که نفتی خدای ناخواسته ما خوش سلو بسته کنم تو بسیار محکم بسته که مایزم رو بغل باش اگر افتی خدای ناخواسته دستش بگیره بسم الله کجا رو میبینم بازی شروع صحیح؟ بازی کنه چپ راست سعی اتره کن نه برنده شد برنده شد صبر کن در مقابل کامرا بیا ایجا استاد شد ما تعریف کنیم والا اولین کسی که این بازی را برنده شد خانم عزیز بود چی میدیدم؟ راستی راست بود والا بول نوشی جان سمیدی نه شخ بسته که نبودی جدی چی؟ نه تو فرا خودشه باشه یک دقیقه ما گپ بزنیم بعد از تو فرا تقدیم کنیم من نیای جان وطنای گل عزیزم این فکر میکنم که خانم عزیزم قبل از اینکه چرا این پروگرام خودش برای ما شما گفت فکر میکنم که خودش از قبل تمرین کرده بوده این رقم چپ راست وقتی که اومد ما دیدیم که در پیری اول این برنده شد معلوم از این میشه که تو حتما تمرین کردی بچه دختر دیدی با تو می تمرین کردی من که تا کجا تمرین کردم کالاشش رو کجا نوش جانت این هموطنای گل عزیزم در توفیق که گفته بودیم سوپر کولای سرده البته بسیار سرده نوش جانت تقدیم به خود در این هفته که زحمت کشیدی مسابقه برنده شدی از طرف من نیای جان نوش جان نه دیگه نه باید به ما شود نه چرا که نیای جانم نزدیک شده بود شما هر دویتان نزدیک شده بودید که جایزه رو برنده شده چرا که نیای داشت کم مونده بود نیای جان کم مونده بود از طرف من و نیای جان آلا بخورم ما بخشم میده میشم جان انسان هیجانی میشه همین یک برنده میشه بدون این پیانه باش مشم نه پایکش اینه مقیقه که سامان گفت تو سوختی آقای ما برو دیگه مسایی بسیار بازی جذاب بود هموطنای گل عزیزم شما اوله بچه با تو جایزه میدیم با تو اصلا جایزه با تو هست جایزه خب میاییم به طرف آشپزخانه دیگه ببینیم که هموطنای گل عزیزم بفرمایید درست است دیگه میاییم به طرف آشپزخانه ببینیم که خانم چی درست کرده و چه رقم درست کرده با شما برای تصویر میگیریم که انشالله بازی ما هم شد ببینیم که نان آماده شده پخته شده یا نشده دیگه ما منتظر آشپز محترم هستیم که تشریف بیاره شما هم ببینین و ما هم ببینیم که پخته شد چه شد آشپز ما دوست عزیز میسان مرا هیجانی کدرگانی من میبردم میسان مرا از تو برده بودی میفهمی چه گفت تو رو وار خطا زد کمه میشیم میتونی بده نیازون بامون خوشایم جان بوتل رو بکشم بکش بوتل رو خیلی آجا چی میگمی؟ میگه ای تو داره میگه پدر چشم مرا بسته نکردی خیرت باشه وی اصلا جان کلم خدای ناخواسته یعنی تو نفتی خب ما باشه دیگه گوشه استاد چه بیشینه پدر بیشین خب نرفتم این بود خب بفرمایید من گوش هستم بشینم که استاده زیادی سوسن دم کامل بیشمی باش بچیم نام بکش قاشق را جور کن که باز ببره نمک آنان من کسی که نمک بهش قطعا داد بشیم این چیزا با سر دسترخوان خوش کن تنه گل عزیزم دیگه ماشاءالله چی یک چیزی آماده ولد بسیار عالی بسیار خوبش دست پنجه درد نکنه بسیار یک چیزی همونطور به مدل تفلکا و خودم درست کردی خدا تو را خیر بده بسیار چیز خوشایند و خوبش دیگه خدا بسیار زیاد خوبش خاموش کنیم خاموش جمله مرکه
خدا تو را عجب بده. رو میشه بچه میگه این هموطنان من گل عزیز جان. آجیا بفرمایید ما تو چی باید میگه مثلا میگه در دیره خلونونه در تکاو تو باید در تکاو دتکو چی والا؟ میگه از خوردن زیاد پریز میکنم خب ما رژیم گرفتیم نمیخورم نوش جانتون بیا هستن جانم کم رفت بچه کم رفت جان دادم هیچ بیخی بعد یک تجارت شده دادم از همین به انیای جان بس نه والا دیگه قسمت نوش جان هر کسی که روزیش بود نوش جانش مسکه جانش ای تو کسی روزی کسی را خورده نمیتونه بچه کنم حسن جان گل امروز این هموطنان گل عزیزم دیگه بس خوابا خانم عزیزم کشید چند دونه 4 دونه اینی سامو است مرا میگه اینه موش ما مشت خوش ندارم برنا پر تو این نوش جانت از این مزیده حسن جان کما تاو داره برای یک دونه شربت بیاریم همین موسم هم تو شده آب هوا تغییر کردنه کل غیر ببینیم هم تو مریض شده بیچاره هوا گرم سرد شده از دو خاطر بر من هم دختی زردی بس از بخود هم یک تموت شده در تقسیم یک چیز هست یک گفت خاندادار یادم اومد هموطنان گل عزیزم کدام جای یک تعداد مردم بودن مسافر بودن گرفته بودن چیز درست کرده بودن از همین سعید از همین تشکر آرد کتی بوره به نام تاسا و ایره گیر کرده بودن ترنگ نکی اگه باز گفته بود که بیایی کلگی جمع شایی مجرد ها را گفته بود که خب میفهمی چه گپ است اصلا این پایتیس کن گفته بود زنداره 2 چمچه مجرد 1 چمچه یعنی زنداره 2 ملاقه مجرد 1 ملاقه چی خاطر؟ خود یعنی کشنگی بوده نبوده چیزی که بخورن با زندار چرا 2 ملاقه بزنه بیچاره گفتم یک خود یعنی ملاقه بزن خود ببرم بازار خود ببره خب هموطنان گل عزیزم این آماده شد دیگه این ظرفای ما میگیریم میریم همراه با شما یک جا شما بیننده باشید میریم بخیر به طرف پایین مردا را بالا بسید میسم جان آفرین بچه گل ناز قشنگم بیا پدر بسم الله الرحمن الرحیم سعید کو مادر برنامه ما را هموطنان گل عزیزم این میتور تشکر از همه هموطنان گلم که برنامه ما را میبینین و به نام چینل کابل فامیلی ولاگ ما را بیننده باشین انشالله ما در خدمتتان در گوش ما نمیم بلند چی بده؟ نه تو بچیم سر تای پاره دوست عزیز بسیار جان مزه دارد دست مادر جان و پدر جان در نکنه کمی کسی را چین بخشین لایک کنی سبسکرایب کنی شیر کنی سپورت کنی حمایت کنی دوستان دارم آفرین باش مامی امریکمان خوردی نخوردی؟ دوست عزیز بسیار جان مزه دارد دست مادر جان و پدر جان در نکنه هر کمی کسی داشته ببخشین ما لایک کنی سبسکرایب کنی شیر کنی اذیت کنه چه کردی فکر کردی؟ این دوستای عزیز که ما میرمان نوشیدن میگن خب مرد شامان در خاطرش که بخونم چطور مزاره دست وقت خود تا بخور نوش جانت ببینیم که چطوره بسم الله الرحمن الرحیم مرچش تن بوده این مرچات تنده که چتنی هم جور کردیم تنده راستی کنم بدارم تنده تیز وقت هموطنان گل عزیزم بسیار جان مزه دارم خوبش آمدم همین رو میشم تا مرغشم بسیار زیاد اول من شما میدید خالی سو چیزا برش کن مختار باش من نام بتم توا این زکام شده ها افتیشو بیاد بده بچیم عمو جان خب هموطنان گل عزیزم این بود برنامه ما که تقدیم شما شد هموطنان گل عزیزم برنامه ما را بیننده بودیم خدا خیرتون بده تشکر از کامنت های مقبولتون جان مزه دارم مادرشان نوش جون تان بچین بخورید با مخاطر شما زحمت میکشد قبل از اینکه شما به 1 ساعت پیش همه چیز مادر جان تدابیر میگیره رفت نانوایی نان در تندور خانگی پخته کرد تو نانوایی ازش آورد با شروع کرد به پختن مرغ رومی که شما
همچی چیزی را خوش هم داری روغن زیاد باشه. شده این دیگه کل چیز سر یک کمکی روغن ایجاد شده دیگه بسیار خوب شد. روغن زیاد ولی ما در شروع گفتم که شاید هموطنان در کمره دیده باشن ببینن که ما یادآوری کردم که روغن یک کمک اجازه یک ذره کمش کن خودت گفتینی برو درست است. خب گپی نداره انشالله کم کم جور میشه دیگه خدا بزرگه هر کار دنیا کمی و کاستی داره و بخیر جور میشه. خب دیگه مرچک رو نوشک جانت دیگه تندی را خوش ندارم نوشک جانت زیاد خوش دارم. نمیخواد پدر از ماش ده قدم بگیرید خب خودت چیزی گفتنی اگه داشته باشی به هموطنان کل عزیز ما یا دخترکای نه ما دیگه وقت برنامه ما مریم جان کم مانده میسم جان اشاره داره میگه خدافیزی کنیم بسیار بعد دیگه هم نوش جان کنم گوش نشدن دوست جانم درد نکنه دوست پاکا جانم درد نکنه بکشن دستک آه، تا درد نکنه خدا نوش تو جان را شفا بده انشالله همه اطفال نازنین از هموطنای ما هست در اینجا هست در هر جایی که هست خدا کلش شفا بده تو را هم شفا بده بچیم جور دوستای شد عزیز وقت بخیر خدا نگهدار خدا حافظ